کنده که داخل این کار شده، اینا درای اون اوروسیه که شما دیدید. 8 6 کند در حاشیه کار شده، 8 تند 12 در وسط که میبینید تو این تورنجه کار شده. این مال اوروسی است. این اوروسی که شما میبینید مهرهای بالاش کار شده، دوباره این حاشیه که میبینید پارچه بریه. این قسمت بالا که آینه و این قسمت آینه خورده روش، این قواره بریه تو خالی یا پارچه بری بوده که ما دوباره همینو باید بهش اضافه کنیم و اینو تکمیلش کنیم میشه. یه کار بسیار منحصر به فردیه. واقعا زحمت میکشیدن. هیچ کدوم اینا نگاه کنید چسب که نبوده اصلا اون زمان. میگم نزدیک 100 سالشه این کار. چسب نبوده، همه میبینید حرکت میکنه. ببینید با دست چیکار کردن بندگان خدا. واقعا روحشون شد. البته اون کسی که این کارو خریده آورده، این کار پدر بزرگمه. یعنی میشه 3 نسل قبل از من. درود به شما. الان